در سر آیه میایه مجاهد فی سبیل الله است، در موقع جهاد، در موقع زد و خورد که هیچ فرصت نمیشه که تو تفکیک بتانی چی کار بکنی، در او طور موقع الله برات میگه موضوع را تا که تثبیت نکرده ای، موضوع تا که تحقیق نکرده ای، تبیین کلی جوانب قضیه را استفسار معلوم نکرده ای، قطعا اجراعات نکنی، ولو که تو مجاهد هستی، ولو که دمی حالت سخت ده جوش و خروش هستی، بازم پابند قانون اسلام هستی. در اون طور موقع تو را حکم به تبیین میکنه. بله اوازه شد، مولوی صاحب متوکل امام ابو حنیفه رحمه الله را توهین کرده، امی دستی شروع میکنی که لعنت اینطور شوه و اینطور شوه، امی دستی شروع میکنی. او برادر تو باش که یک دفعه ببینیم، برم در درسش بشینم کی راستی امام ابو حنیفه رحمه الله را بدگویی میکنه، دشنام میده. خیر از رفتن نمیتونم، یک ممری کارت تقریر تبلیغ ترجمه شه میشنم، چند کلیپ میشنم که آدم چی رقم است. تحقیق خوب بکن. اگر تحقیق نمیکنی امی طور بیخلطه فیر کرده رایستی، امی یک دفعه که تو بگویی که اینی رقم است، تهمت گناه کبیر است، که 2 دفعه دشنام دادی، 3 دفعه دشنام دادی، کلش تهمت است، خبر نداری که بوجید از گناه کبیره پر شده، خود تو خبر نشده. ایره چی میکنی؟ مولوی صاحب ما سر منبر میبرایه، محمد ابن عبدالوهاب حتی زندگی نامه‌شان از کدام کتاب مطالعه نکرده، فقط رساله به نام همفر جاسوس انگلیس در دست گرفته، میگه که محمد ابن عبدالوهاب مجسمه بود، خارجی بود، پیسر از چی یهودی میگرفت، اینطور میکرد اونطور نمیکرد. و جنابی بدبخت مولا کتابش خود بازار پیدا میشه، کتاب التوحید، اصول ثلاثه، قواعد 4، در حالت جهاد مامور است که تبیین شود. امروز در شان یک عالم نسبت غلط میکنی، در حالی که کتابی که به دست خود نوشته کرده موجود است. یکی شخصیت از او از کتاب خودش معلوم کنیم که چی عقیده داره، چی نظر داره، چی فکر داره، چی اندیشه داره. تو بدبخت به جای از اینکه مطالعه و تحقیق و تبیین بکنی، فقط به مردم تبلیغات بکو که از راه الله مردم بند کو. علمایی که ترجمه قرآن میکنه تو معرفی کو که یا کلش وهابیست، شما را بیدین میسازن. این ملا در روز قیامت به الله چی جواب میگه؟ الله سبحانه و تعالی هیچ سوال از پیش نکنه، فقط این آیت برش پیش کنه که جناب عالم بری تو خود دستورات و هدایت در قرآن بود، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ای کسایی که ایمان آورده، اگر یک کسی که فاسق است سخن بر تو میاره، سخن دیگه کسی میاره که فلانی اینطور است، تو مطلقا سخن زیر نپذیر، بلکه تبیین بکو، تحقیق بکو. یا آیت برات الله بگویه که نگفته بودم که یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض چی فی سبیل الله، وقتی که در راه الله در جهاد حرکت کردی، بسیار قابل قدرام هستی، احترامام هستی، مقام و منزلت تام خیلی بلند است، مجاهد فی سبیل الله هستی. لیکن کسی که برات پیش میکنه موضوع علامه اسلام، خامخا احترام میگذاری، اجتهاد خدا، فکر خدا اینجا حاکم نمیگردانی که بروی از روی به خاطر نجات خودی کلمه را گفتن، نه صمیم قلب، نه امی کلمه ظاهری از زیرا به سر و چشم احترام قائل میشی، شمشیر زدنی تبن میکنی، تا یک دقیقه پیش خونی ازی بری تو حلال بود ریختنش، به مجردی که گفت که لا اله الا الله، آلی خونی ازی ریختن حرام است، اونجا ریختن خونش ثواب بود، غازی میشدی، آلی مرتکب اینمی جرم میشی که پیش ذکر شد، 4 جزا برش مقرر شد. این دین میگه، این دین است. بزنی تهمت ها را در شان مردم کرده رو ایستن.